هفتم فوریه در مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه جلال‌الدین بلخی قبول سیار رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید برگزار گردید. هدف از برگزاری تدبیر مذکور بررسی مراجعات و درخواست‌های شهروندان و مساعدت به حل سریع‌وقتی مسئله‌های اجتماعی آنها ارزیابی می‌گردد. در جریان قبول 14 نفر شهروندان به مسئله‌های گوناگون بر رئیس ولایت مراجعت نمودند. از جمله ساکنان وابسته به جدا نمودن قطعه زمین برای ساختمان مؤسسه تعلیمی و تو مکتبی، برطرف نمودن حالت صدموی کانال آبگذر، جدا کردن قطعه زمین نزدیک ساختمان صنفخانه‌های علاوگی، بنیاد بینای نوی بیمارخانه، تعمیر خط برق، رفع تنقیصی آب آشامیدنی و پلیزی، تعمیر ورزشگاه، گرفتن گرانت رئیس ولایت برای دستگیری صاحبکارزنان و رسانیدن کمک مولوی درخواست پیشنهاد نمودند. مسئولین هر یک مراجعت شهروندان را مورد بررسی جدی قرار داده بر رهبران اداره‌های دخلدار ولایتی و ناحیوی جهت آموزش، بررسی همه‌جانبه و حل سریع‌وقتی مسئله‌های پیشنهاد شده دستورهای مشخص دادند. تاکید گردید که مراجعت شهروندان باید در مهلت‌های معین شده حل و فصل گردد. همچنین ضمن صحبت با فعالان و رهبران ساختارهای مقامات اجرایی حکومت دولتی، رئیس ولایت اومید به نتیجه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی ناحیه جلال‌الدین بلخی در سال 2025 وسعت کارهای آبادانی و خرمگردانی، بنیاد و از نوسازی مؤسسه‌های تعلیمی، طبی و ورزشی ابراز نظر نمود. همچنین مسئله‌های بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و خدمت‌رسانی طبی، تربیت فرزندان در روحیه وطن‌دوستی، کشت زراعت‌های کشاورزی، بلند برداشتن مدنیت استفاده زمین، کارکرد محصولات کشاورزی و رشد ساحه سیاحی مورد توجه قرار گرفت. در برابر این اومید به تحکیم کارهای ایدئولوژی، تقویت همکاری با بخش خصوصی برای حل مسئله‌های اجتماعی، گسترش کارهای فهماندهی با اصول خانه به خانه، پیشگیری شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های تروریستی و اکستریمیستی و تعلیمات غیرقانونی دینی از مسئله‌های مهم جمع آمد امروزه به حساب می‌رفت. همزمان در دایره سفر کاری به ناحیه دوستی، رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید با فعالیت خوجگی دهقانی پولاد واقع در جماعت دهات نور بخش شناس گردید. اطلاع داده شد که خوجگی دهقانی پولاد در مساحت 3 گکتار زمین تشکیل گردیده 6 نفر سهامدار می باشد. اهل زحمت خوجگی زمینی در اختیار داشته و ثمرناک و عاقلانه استفاده برده با راه اندازی کشت بروقتی و تکراری به افزایش استحصال محصولات کشاورزی مساعدت می‌نمایند. عین زمان در 120 گکتار کارتوشک زیر پلیونکا، 0.5 گکتار لبوی سرخ زیر پلیونکا و در 0.5 گکتار کرم زیر پلیونکا کشت گردیده است. همچنین در 0.8 گکتار کرم از حساب کشت تکراری پرورش می‌یابد که برای تامین بازارهای داخلی با محصولات تر و تازه مساعدت می‌کند. اطلاع داده شد که در سال 2025 در زمین‌های خوجگی دهقانی پولاد 1 گکتار کارتوشک، 0.5 گکتار گندم، 0.5 گکتار گلکرم، 0.5 گکتار لبلبوی سرخ و 0.5 گکتار سبزیجات و پلیزی کشت کرده شده بود. این تدبیرها به بلند برداشتن حاصلناکی و تامین امنیت عضوقواره منطقه روانه گردیدند. رئیس ولایت ختلان ضمن بازدید از فعالیت خوجگی مذکور اظهار قناعتمندی نموده، استفاده عاقلانه زمین، تطبیق کشت زیر پلیونکا و کشت تکراری را نمونه خوب تجربه پیشقدم ارزیابی نمود. با مسئولین و کشاورزان جهت افزایش حجم استحصالات، استفاده تخم‌های خوش‌صفت، جاری نمودن تکنولوژی‌های معاصر و وسعت بخشیدن کارهای صحرایی دستور و توصیه‌های مشخص داده شد. تاکید گردید که استفاده ثمرناک هر قطعه زمین و رشد ساحه کشاورزی زمینه استوار تامین بازار داخلی با محصولات وطنی و بهبودی سطح زندگی اهالی به حساب می‌رود. رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید در دایره سفر کاری به ناحیه دوستی از گرمخانه شهروند ستارف ارگش ساکن دهه نوآباد جماعت دهات نور بخش بازدید نمود. ستارف ارگش ساکن 61 ساله دهه نوآباد، اویلادار و صاحب 3 فرزند بوده با استفاده ثمرناک زمین نزدیک بر رشد کشاورزی و تامین بازار با محصولات تر و تازه سهم می‌گذارد. مساحت عمومی زمین نزدیک او 0.28 گکتار را تشکیل می‌دهد که از این 0.15 گکتار به گرمخانه و 0.8 گکتار به کشت زراعت‌های زیر پلیونکا
جدا گردیده است. در گرمخانه و قطعه‌های زیر پلیونکا محصولات گوناگون کشاورزی پرورش یافته به بازار محلی پیشنهاد کرده می‌شوند. رئیس ولایت ختلان ضمن بازدید استفاده عاقلانه زمین و تشبث شخصی را نمونه خوب مهنت سازنده ارزیابی نموده به رشد گرمخانه‌ها همچون یکی از راه‌های مهم تامین امنیت اوضاع‌قواری و فراهم آوردن جای‌های کاری توجه ظاهر کرد. تاکید گردید که استفاده هر قطعه زمین، راه‌اندازی گرمخانه‌ها و کشت زیر پلیونکا امکان می‌دهد که استحصال محصولات کشاورزی در تمام فصل‌های سال به راه مانده شده سطح زندگی اهالی بهتر گردد. 7 فеврал رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید ضمن سفر کاری به ناحیه دوستی در معرکه نهالشینانی در کنار شاهراه دوستی قبادیان اشتراک نمود. این تدبیر مهم اکولوژی با مقصد سبز و نظرربا گردانیدن محیط زیست، بهتر نمودن حالت اکولوژی منطقه و زیبا نمودن یکی از راه‌های مهم نقلیاتی ناحیه راه‌اندازی گردید. در دایره تدبیر اکولوژی بیش از 1000 بیخ ارچه شنانیده شد. تاکید گردید که نهالشینانی یکی از عامل‌های مهم حفظ محیط زیست بوده. در پیشگیری ایروزیای خاک، بهتر شدن صفت هوا و فراهم آوردن محیط سالم زیست برای اهالی نقش مهم دارد. رئیس ولایت ضرورت نگاهبینی درست نهال‌های شنانیده شده، آبیاری سری وقتی و حفظ آنها از عامل‌های بیرونه را مخصوص تاکید نمود. در معرکه سبزگردانی، نمایندگان سرریاست حفظ محیط زیست ولایت ختلان و ساختارهای زیرتابه آن در ناحیه دوستی، اینچنین فعالان محلی اشتراک نموده سهم خود را در آبادانی محیط گذاشتند. قابل ذکر است که چنین تدبیرهای اکولوژی در دایره سیاست دولتی حفظ محیط زیست و تطبیق دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان راه اندازی گردیده به بهتر گردیدن فضای اکولوژی، بالا رفتن معرفت اکولوژی اهالی و رشد استوار منطقه مساعدت می‌نمایند. در ادامه سفر کاری، رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید به ناحیه دوستی در جماعت دهات نور وحش به فعالیت عائله چارواپرور شناس شد. مسئولین هنگام صحبت با خواجگیدار تاکید نمود که در شرایط امروزه تنها پرورش چاروای ذاتی امکان فراهم می‌آورد که بازار استعمالی با گوشت و شیر با صفت از لحاظ اکولوژی تازه تامین باشد. اطلاع داده شد که اکثر ساکنان جماعت دهات نور وحش به ساحه چارواداری رو آورده هر یک عائله سالانه به حساب میانه از 1 تا 1.5 تن گوشت استحصال میکنند. تاکید گردید که طبق سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان رشد بخش چارواداری، آموزش تجربه معاصر در این سمت، بلند برداشتن نشاندهنده‌های استحصالی از جمله بهسازی فعالیت نقطه‌های باردارکنی صنعی، پیشگیری کاهش‌یابی سرشمار چاروای ذاتی و دیگر مسائل وابسته به تامین پیشرفت این بخش ساحه کشاورزی باید وسیع به راه مانده شود. باید ذکر نمود که به حالت 1 ینور سال 2026 در همه بخش‌های خواجگیداری ولایت ختلان 1.2 میلیون سر چاروای کلان از جمله 657 تا از 3000 سر مدگاو، 3.1 میلیون سر گوسفند و بز، 67000 سر اسب، 2.7 میلیون سر پرنده، 70000 عائله زنبور عسل و 74000 سر خرگوش پرورش یافته ایستادند که در این دوره سرشمار چاروای کلان 45,000 سر از جمله گاوی شیرده 29,4000 سر، گوسفند و بز 155,000 سر، پرنده 148,000 سر، خرگوش 18,000 سر، اسب 13,000 سر و زنبور عسل باشد 2023 عائله زیاد شده است. رئیس ولایت ختلان در ادامه سفر کاری به ناحیه دوستی در جماعت دهات نور وحش با رفت کارهای ساختمانی در بنای علاوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 شناس شد. اطلاع داده شد که ساختمان بنای علاوگی مؤسسه مذکور از حساب مبلغ‌های اهالی ده عملی گردیده بعد انجام پوره کارهای ساختمانی مورد استفاده قرار داده می شود. این اقدام نمونه همکاری فعال ساکنان در رشد ساحه معارف ارزیابی می گردد. بنای علاوگی از 14 صنفخانه عبارت بوده برای 330 جای نشست در یک بست پیش بینی گردیده است. انشاء یک قبطه بوده با در نظر داشت طلبات معاصر ساختمانی بنیاد می‌گردد. طبق معلومات پیشنهاد شده عین حال در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 80 نفر آموزگاران فعالیت می‌نمایند که از این شماره 68 نفر زنان و 12 نفر مردان میباشند. کارهای اساسی ساختمانی در انشاءات مذکور ماه سپتامبر سال 2024 آغاز گردیده تا امروز بیش از 60% کارهای پیش بینی شده به انجام رسیدند. مسئولین
چنین ابراز داشتند که با جلب قوای کاری و تامین سریعوقتی مصالح ساختمانی کارهای باقی مانده در مهلت معین شده به اتمام رسانیده شوند. رئیس ولایت ختلان ضمن شناسایی به صفت اجرای کارهای ساختمانی توجه مخصوص ظاهر نموده به مسئولین جهت رعایت معیارهای ساختمانی، استفاده مصالح با صفت و به مهلت مقرر گردیده به استفاده دادن انشاءات مذکور دستور و توصیه‌های سودمند داد. تاکید گردید که فراهم آوردن شرایط مساعد تعلیم برای خوانندگان، ساختمان صنفخانه‌های علاوگی و بهتر نمودن انفراستراکچور مؤسسه‌های تعلیمی از سمت‌های افضلانه سیاست اجتماعی دولت به شمار می‌رود. ذکر گردید که طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دوستی جهت آمادگی‌ها به تجلیل جشن بین‌المللی نوروز و استقبال شایسته از 35 سالگی استقلالیت دولتی، ساکنان و صاحبکاران به آر و ناموس و همت بلند ناحیه دوستی در اساس دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اقدام گرفتند که با استفاده از باد و هوای مساعد کارهای نهالشناری و آبادانی را تشکیل نموده در رشد و پیشرفت و زینت تازه کسب نمودن سیمای شهرک و دهات سهم شایسته گذارند. خدایداد رجب، دلیر شریف، نمازلی ارگش برای برنامه اخبار.